ابری تیره عشق. مؤلف شهلوی نجمیدین. پروانه هنوز از اوانی نورسی همین که پسری خالش رو میدید دلش گرم میتپید. اما اون وقت احساس نمیکرد که این محبت یک عمر است. پسری خالش از او 4 سال کلان بود. بعد ختم مکتب او به دانشگاه طبی داخل شده طبیب دلشناس شد. وقتی که پروانه صنف دهم را ختم کرد خانه‌شون زیاد خواستگارها آمدند. اما قلب او تنها به یاد عزیز میتپید و خلاص. چشمانش او را میدیدند. عزیز میخواست که بعد ختم دانشگاه با اسپیرانتورای شهر مسکو حجت سپارد. درباره محبت پنهانی دختری خالش عموماً آگاهی نداشت. الکی با یک همسبقش عهد و پیمان کرده بود. ولی پروانه با مادر گریه کنان گفت که پسری خالش را دوست می‌دارد. مادر سخت آشفته شد. اما خاطر فرزند به خانه اپاش رفت. اپاش برعکس خرسند شده گفت که من چند بار خواستم به تو گویم که همین پروانه زیب عزیزی من است، اما باز استحاله کردم که تو ضد نکاح خشتباری ما میبرایی. من 100 بار راضی هستم. عزیز رو این حکم قطعی پدر و مادر سخت غمگین ساخت، ولی گپی آنها رو گردانده نتوانست. توی باشگاه کرده پروانه رو به خانه خالش عروس کرده آوردند. شب اول عروسی عزیز به او نگاه نکرد و غمگینانه گفت که سرم درد دارد و در کنج خانه جوگاه پرتافته خواب رفت. پروانه خیال کرد که در حقیقت عزیز سردرد است. روز دوم، روز سوم هم این دلسردی ادامه یافت. روز چهارم پروانه صبح هنگام حولی روبی صدای پستی گپزنی عزیز را با مادرش شنید. اوچه جون، شما از من نرنجید. آخر من او را چون خواهر میدونم. نمیتوانم همچون زن قبولش کنم. آخر نکاح خشتباری عموما ممکن نیست. خاطر شما راضی شدم، اما حالا فهمیدم که اشتباهی سخت صادر کردم. بچه‌ام بس کن این گپوتا. حالا یک تا تولد کند هوشت به کودکت می شود. مادر، شما چرا مرا درک نمی کنید؟ من پروانه رو دوست نمی دارم. او برایم چون خواهر است. از روی قاعده باید که نکاح خشتباری نشود. من به او دل ندارم. آخر پروانه جاروب رو پرتافت و گریه کنان به خانه خوابش در آمد. خیلی گریست از بختی به مقصودش. بگویی در تنهایی به شوهرش گفت که اگر تو مرا دوست نداری پس بیا جدا شویم. اوه خواهرکم، رحمت به تو. عزیز از خرسندی می گریست. خودی همون شب هر دو به پدر و مادرش اعلام کردند که آنها جدا شدن می خواهند. پروانه رو با چیز و چورش به خانه مادر آوردند. همه خویش و نزدیکان می دانستند که پروانه با کیره به خانه برگشته است. دیر نگذشته عزیز توی خاکسارانه کرده دختری میخواستگیش رو گرفت. روز توی پسری خاله پروانه بیمار شد. از علم و از عشق یک طرفش دختری جوان از فکر زیاد یک باره به درد سکته قلبی گرفتار شد. شبانه نفسش تنگی کرد و برای حولی برآمد. پیش نظرش بستر نکاحی عزیز و زنش پدیدار شد. آه میکشید و آبی خنک مینوشید. ناگهان دلش سوز شد و به زمین فتاد. تا به بیمارخانه رسیدن این دختری جوان جان به جان آفرین سپارید. از این رو هرگز عشق یک طرفه را نجوید.
شام کی می سوزد و فرزانه نداره در بزم جهان جز دلی حسرت کشی